یکی معرفکاری ناحیه مختار است و دیگری از ناحیه تیمور مالک. بین این دو پهلوان یک کالری کلان استحصالی ترکیه. مرحبا تماشا کنید جالبیت گوشتینی ملی را. مرحبا ما پیش برید پهلوان تیمور مالکی با حجم بگذارد. مخلصان عزیز دستگیری کنه داخل این پهلوان را. از شان ازا درجه پهلوان از ناحیه مختار. افغانستان سهیل محمد یک افغانی بخاطر از مقدر میمان راکیبی است. پهلوانی که با پناهان کبوت است کمربند کبوت است از شهر ترغوتپا علیشر لطیپوف. مرحبا نزدیک آمد. اما پهلوان تاجیک نیست قوی است. پهلوان افغانستان اکنون رقیبی اصلی پهلوان افغان کجا است؟ ناحیه مختار حلال حلال